فشارش وابسته به نور بوده که دیگه نورش رو قطع کردیم. الان فشار 12 بدون نور داریم. داروش رو که قطع میکنیم مریض هوشیار میشه، به سوالات جواب میده. 3 تا چستیوب داره که اون چستیوبش ترشحاتش 1000 خورده ای بوده. این 400 تا بوده از دیروز، ولی اسیلیشنش رو داره. ترشحات چستیوب قسمت بالاش که داشته حدوداً 1800 تا بکنم. دیورزش هم بوده. یکم صداش. آقای سراجی خوبی؟ درد داری؟ درد اذیتت میکنه؟ آقای حسینی سلام، خوبی؟